سلام، من دکتر سوده رودباری هستم، متخصص بیماری‌های قلب و عروق کلینیک آرام. خب ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم برای اینکه از بروز بیماری واریس یا تشدیدش جلوگیری بکنیم؟ بعضی از مسائل هستن که خب دست ما نیستن. برای مثال 50-60% از بیمارانی که واریس دارن یکی از اقوام درجه یکشون به این بیماری مبتلا هست. و یا اینکه خب جنس زن باشیم، خانم‌ها به دلیل مسائل هورمونی خاصی که دارن بیشتر در معرض ابتلا به بیماری واریس هستن، خصوصا در دوران بلوغ، زمانی که از داروهای هورمونی ضد بارداری استفاده میکنن و توی دوران بارداری. اما یک سری از موارد هستن که ما میتونیم با تغییر دادن اونها احتمال بروز واریس رو در آینده در خودمون کاهش بدیم. فعال بودن خیلی مهمه. اینکه ما مدام سر پا نایستیم یا مدام نشسته نباشیم. اگر شغلمون طوری هست که مدام مجبوریم ایستاده باشیم یا بشینیم، هر چند ساعت یه بار یه مقدار فعالیت داشته باشیم و یا از جوراب‌های واریس پیشگیری کننده یک کلاس 1 استفاده بکنیم. افزایش وزن. کسانی که وزن بالایی دارن با فشار بالایی که روی در واقع عروق اندامشون میارن باعث میشن که احتمال واریس بیشتر بشه. سیگاری ها، افراد سیگاری بیشتر در معرض ابتلا به واریس هستن. بعضی از کارهای خاصی که انجام میدیم، انداختن پا روی پاها، استفاده از کفش‌های پاشنه بلند، پوشیدن لباس‌های تنگ توی ناحیه کمر و توی ناحیه ران‌ها، اینها همه اگر که ما ازش جلوگیری کنیم میتونن مانع از بروز واریس در آینده بشن.